یه دونه کرم و رژ و ریمل میزنی یا هایلایتر و کانسیلر و این جیگلک بازی‌ها رو نداری، همون یه دونه کرم تو به جای کرم پود بی بی کرم یا سی سی کرم بگیر. جای اینکه مستقیم بزنی رو پوستت، اول یه ذره بریز پشت دستت با یه دونه براش خیس از پشت دستت بردار، بزن به کل پوستت. اینجوری مرطوب کننده و ضد آفتاب هم رو پوستت داری. همون ریمل تو اول به سمت داخل چشمات بزن، بعد اینجوری یواش به سمت رویششون بزن. اینجوری موضوعات رو بلندتر و پرتر نشون میدی. همون رژتو که میخوای بزنی همیشه این سمت برششو نگه دار که از اینجا بتونی خط لبتو بزنی و اینجا هم رژ بزنی. ببین حالا با این سر تیزش میتونی قشنگ خط لبتو بکشی. سر رژتو گرد نکن. تا ترفنده بعدی، بای بای.